به یارو گفتم روزم، جوری با تعجب نگام کرد انگار گفتم همجنس باز. آخر زمان دیگه اعتقاده از بین رفته. اصلا کاری به مذهب نداریم، الان خود علمم به فواید روزه پی برده. اسمشو گذاشته فستینگ نمیدونم چی. میگه آقا وقتی به بدن گرسنگی میدی خود به خود میره سراغ سلولای سرطانی، هرچی بیماری ریشه کن میکنه خودش. شیخ جان تو بخیال شو، توان صحبت کردن ندارم اصلا. 10 دقیقه دیگه اذانه، دارم هلاک میشه من گشنگی. فقط برسیم خونه. ولا بعید ترافیکی که من میبینم برای سحری هم نمیرسیم. اوه خبره دیگه با این صورته. شیخ بزن بغل بریم یک کافه اینجا یه تهبندی کنیم، مردی ما گشنگی. بابا ولمون کنه آموسن، سگ میره کافه؟ چی؟ عصموتی؟ ولک 500,000 تومن؟ چه خبره؟ مگر چی توشه؟ چایی 100 تومن؟ کجا آوردیم اون سالم؟ یواش آبرمونو بردی، قهوه خونه نیستان، کافه است، گرونه ولک. ولکی دیگه گرون فروشی نیست، رسما تعرض جنسیه. سلام، خیلی خوش اومدین. اوردر چی داشتین؟ سلام خوبی؟ اوردر چیه شیخ؟ ولا نمیدونم، فوش نباشه. اوردر یا همون سفارش. اوردر؟ لحجت یکم بریتیش بود نفهمیدم. آره یکم لحجه داشت. بذار ببینم. گرونه، اینم گرونه. اینو میخوام. لاته؟ چی لاشه؟ حرف دهنت بفهم، لا پدرته. خسته جسارت نداشتم. یه نوع نوشیدنیه بر پایه شیر و قهوه. خب اما اول اینو بگو. عذرخواهی میکنم. بیله همینو بیا. منم یه دونه کاپوچونی. بله، کاپوچینو. چیز دیگه هم میل دارین؟ والا میل داشتیم، قیمتاتونو دیدیم میلمون پرید. میارم خدمتتون. یعنی همش عدا. چه اسمایی؟ اسموتو نمیدونم، لاشه. من بمیرم هم دیگه پامونو میذارم کافه. با تناب تو اومدیم تو چا. شیخ ولک تابلو نکن فقط، چه زیدایی. کجا؟ بابا بهت میگم تابلو نکن. اوف ولک عجب جای کافه، هر روز بیام سالم. سشو بگیر شیخ، چه آماری دارن میدن. هیچی نگو. الو سلام، چه خبر؟ مازاراتی ها رو ترخیص کردی؟ احسن، فقط با بیت کوین معامله کن ها، مالیات نندازه رومون خودش. بله خدا. خدمت شما. سپاسگزارم. فقط میز خانوما رو خودم حساب میکنم. چی جنتلمن، مرسی. خواهش میکنم بانو، 2 تومن هم برا خودت انعام بکش. خیلی ممنونم. سلام آقایی، من و ملیکا کافه ایم، بیاین دیگه منتظرتونیم. خدافظ. چی؟ دوست پسر دارن؟ وای رفت تو پاچمون. ای چه کاری بود کردی شیخ، خدا رو گوله. ای گوه توش. سلام عشقم. عطفه. خوبی؟ آره خوبه. وا چت شد این چند روز، چرا بهم توجه نمی کنی؟ حوصله خودم هم ندارم این روزا. واقعا که روز زنم که تبریک نگفتی، حتی یه شاخه گلم واسم نگرفتی. بابا ولمون کن. دلم خوش دوست پسر دارم. یلا کار نداری؟ میخوام بخوابم. از همون اولم کاری باهات نداشتم. خب باشه خداحافظ. قطع نکن. بگو. فردا پسر خالم کامران از امریکا میاد، بهش گفتم میری دنبالش فرودگاه. اوه برای چه اول با خودم هماهنگ نمی کنی؟ شاید کار داشته باشم. دوست نشو دیگه، ما که وسیله نداریم. زشته، باش هماهنگ کردم. یلا فردا میرم. یا الله، سلام علیکم، رسیدم بخیر. سلام، شما باید بویفرند آتی باشی. جاسم هستم، کوچیکت. اوه ساری من. جاسم چطوری؟ الحمدلله، شکر. فکر میکردم سلقه آتی چیزی دیگه باشه. مثلا چجوری؟ مثلا بادی بیلدر گای or fuck boy or something else you know. چی سوس شرطفت میده؟ ولا انگلیسیم یکم لاغره نفهمیدم. فراموشش کن، بزن بریم خونه که دلم واسه خاله اینا یه ذره شده. یلا او مای گاد، این خیابونه یادش بخیر چقدر با بچه های اینجا ساکر بازی میکردیم. جاسم به نظرت آتی آیفون دوست داره؟ دوست داره؟ ولک عاشقشه، همش میگه برام بخر، گرونه. نایس. چطور؟ آخه سوقاتی آیفون 16 براشون خریدم. ناموسن؟ معمولی یا پرومکس؟ پرومکس دیگه. پشما، دست درد نکنه. You're welcome. جاسم یه گل فروشی استاپ میکنی گل بگیرم؟ تانکس من. گل برا چی؟ واسه آتی و خاله دیگه. بابا نمیخواد، ول کن. نه زشته. ولک گاوت زاید جاسم.
یا الله صاب خونه محمون خارجی نمیخواین؟ Hello? Anybody's home? سلام کامی. وای سلام خاله قربونت بره. Oh my god, I miss you so much خاله. منم همینطور خاله جون. خیلی خیلی خوش اومدی. چقدر خوشتیپ شدی کامی. معلومه آب و هوای امریکا حسابی بهت ساخته. الهی قربونت برم من. تو هم خیلی خوشگل شدی هانی. صبر کن ببینم. بینی تو سرجری کردی آتی؟ آره عمل کردم. وای خیلی خوردنی شدی. مرسی. استغفر الله شیطونه میگه پاشم چونش پاره کنم ها. پدرام what do you do for living؟ چی کارا میکنی؟ من بیکارم. Come on man. یادم از همون بچگی هم یوزلس بودی. به فارسی چی میشد؟ میشه به درد نخور. Oh exactly. به درد نخور. وای نه پسرم خیلی هم زرنگه. کلی تو کارهای خونه به مامانش کمک میکنه. خاله یادت هر روز تو شلوارش دیش میکرد؟ هنوزم همون جوری هست؟ هر کثافت آشغال بیشور. مامان زشته. Don't worry خاله. آتی بیفت همیشه انقدر ساکته؟ هو حالا رومان شق کرد ولا روزم رو حالت ذخیره انرژیم. Oh my god. پس فستینگ هستی؟ با اجازت. شنیدم خیلی مفیده. الان تو امریکا مد شده همه فستینگن. دکترها یه جورای از کار بیکار شدن. واقعا چه جالب نمیدونستم. بعد ما اینجا اگر روز باشه میگن عماله. خب بیزنست چیه جاسم؟ مدیر عامل باشگاه فوتبالم کوت عبدالله عفسی. such a well. الان دلیل انتخاب آتی رو فهمیدم. It's all about money. وای نه دلت میاد. جاسم واسه من همه چیز تمومه. همه چیز تموم؟ یه دونش نام ببر. I'm just kidding man. فقط همین لاشی رو کم داشتیم که خدا بخواد به جمعمون اضافه شد. دارم برات خوابوندمش برات تو آب نمک. سب کو فقط. خودت به چه کاری مشغولی خاله؟ من بیزنس اصلی مدلینگ خاله. در کنارش بیزنس های دیگه هم دارم. بابا مدل الکی پیشرفت کردی یا شیطون. کامران از همون بچگی هم دخترکش بود. به نظر من اصلا هم جذاب نیست. جاسم زشته. عذرخواهی میکن. خب دیگه با اجازه تو من رفع زحمت کنم. اوا کجا؟ نشسته بودین آقا جاسم؟ نه باید برم ممنونم. افطار نزدیک. Be careful جاسم. زیاد نخوری بچت به دنیا میادا. خدا بگم چی کارت کنه کامی. هر منیوچ. چه غلطی کردم اسپرسو خوردم. خوابمون نمیبره. عاطفه بهم زنگ نزد امروز. یه زنگش بزنم. الو سلام عاطفه اشتار خوبی؟ خوبم. سلام کردم ها. کارت چیه جاسم؟ خوابم میاد. چرا اینطوری جواب میدی؟ چطوری؟ یه لحظه گوشی؟ کامران نکن دیگه. دارم تلفن صحبت میکنم. نکن تو رو خدا. الو. ها چی؟ افتادی با پسر خالت کم محلی میکنی؟ جاسم اصلا حوصله ندارم. خدافظ. الو رو من قطع میکنی؟ دارم برات. چی؟ دادتم تو لیست بلک؟ بزنم به پدی. الو سلام جاسم. میگم این عاطفه چرا منو بلاک کرد بی دلیل؟ جاسم فکر کنم دیگه نمیخواد باهات ادامه بده. آخه چند روزه با کامران میرم بیرون. چی؟ بابا رو اعصابت مثلث باش. دوران چاله میدونه بری کتکش بزنی؟ فقط همین آرومم میکنه. اینجوری فقط تو چش زیدت بد میشی شیخ. راست میگه جاسم آروم باش. آخه او چی داره که من ندارم؟ بچه شدی شیخ؟ یه تار موی تو هم نمیشه. نه ناموسن بدون تعصب یه دونشو بگو. با توجه به عکسش که بهم دادی و چیزا که راجبش گفتی برتری تو نسبت به اون و چی شد بگو خب. برتری که زیاده. مثلا آدم خوش حسابی هستی. تو عمرم ندیدم قرضت رو سر وقت پس ندی. حقیقتش اتفاقا کامران اصلا از کسی پول قرض نمیگیره که بخواد بد حساب بشه. اصلا این چه بحثیه؟ بیان به فکر چاره باشیم. من میگم کامرانو پیش عاطفه خراب کنیم. احسنت عمو جون. آفرین. امروز میرم با سچین صورت کامران خراب میکنم. بابا بس دیگه. رو خشمت کنترل بنداز. ویلا بگو نقشتون چیه؟ خب به نظر شما دخترها از چیه مرد بیشتر بدشون میاد؟ خب به نظرم مرد کچل، شکم گنده،
پشمالو. از پسر ابنه‌ای چطور؟ چرا حس میکنم منظورت منم؟ دقیقاً با خودتم. فکر کردی نمیدونم داری مشخصات من میدی؟ برو گم شو. شیخ زدی تو خال. باید کاری کنیم عاطفه فکر کنه کامران به دختر گرایش نداره. چجوری؟ فقط کافی ازش فیلم بگیریم. چه فیلمی؟ چی داری میگی؟ بسپرینش به خودم. بابا ای بهش نمیخوره اینجوری باشه. اگه بود با پدی میریخ رو هم نزیده من. کاریت نباشه، من فقط یه فیلم ازش میخوام. هر کاری خودت میدونی بکن. هیچی نگو اومد. مرسی که دعوتمو قبول کردی کامران. نو پرابلم پسر خاله. کامران راستش من هم جنسگرام. واو آره آتی یه چیزایی بهم گفت. دعوتت کردم کافه که بگم یه جورایی ازت خوشم میاد. It's kind of you. ولی من استریت هستم میدونه که. وای باورم نمیشه تو هم این حسو به من داری. نه منظورم اینه به زنا گرایش دارم. خیلی دوستت دارم کامران. معلومه داری چی میگی؟ امشب تو اتاق من بخواب. What the fuck is wrong with you man؟ دمت گرم پدی، همین کافیه. چی شد؟ خلاص. گی بود؟ نه ولک. تا چی میگی؟ صدا کامران بر میدارم، صدا خودم میذارم روش. مسخرمون کردی؟ یعنی عاطفه صدا تو کامران تشخیص نمیده؟ با هوش مصنوعی. مگر بلدی؟ ولک به من میگن سالم AI. چی فکر کردی؟ چی شد سالم؟ کجایی؟ صدات میپیچه. دشوریم. گوشی میبری دشوری؟ نه دشور ایرانیه خراب شده اومدم توالت فرهنگی. چند دقیقه دیگه تمومه، میفرستم برات که بفرستی براش. بابا زود باش نمیخوام به نصف شب برسه. برات چی؟ از اون حال میده الان میفرستمش. ولک فرستا. عاطفه اینم از معشوقه خارجیت. قیافتون بعد از دیدن کلیپ دیدنیه. عاطفه وایستا یا خدا. سلام جاسم، خوبی؟ کلیپو که دیدم خیلی شوکه شدم. 1% فکر نمی‌کردم کامران همچین آدمی باشه. در ضمن اون فقط پسر خاله منه. درسته با بی‌توجهیات گند زدی به رابطه، ولی من هنوزم دوست دارم. امیدوارم تا دیر نشده رو اخلاقت کار کنی. الهی فدات شم. خدایا شکرت. راست هم میگه باید از این یکسی در بیام. بالاخره زن نیاز به توجه داره. دمت گرم سالم. انصافا ایلان ماسک که هستی برا خودت. چه کردی؟ بازش کنم ببینم چی ساخته. کامران راستش من هم جنسگرام. ناموسن؟ پس تو یه سنفین؟ خیلی دوستت دارم کامران. I love you too very much. وای باورم نمیشه تو هم این حسو به من داری. اصلا برا همین اومدم ایران که بیفتم باهات. امشب تو اتاق من بخواب. ولک افتادیم 50-50. ای کجاش شبیه لحجه کامرانه؟ بیشتر به شلنگ آباد میخوره. چجور نفهمید عاطفه؟ کارتون عالی بود بچه‌ها. ناراحت نباش سیسی، مطمئنم تغییر میکنه. آدما تا وقتی یه چیز از دست ندن قدرشو نمیدونن. Unfortunately.